سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله کدسی یو سمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات اساتید گرامی، ما و شما باز گپ خود تکرار میکنم که مسئولیت خیلی بزرگ به عهده داریم. باور به الله کنیم یک روزی در مورد عقیده و فکر و ایدئولوژی جوان هم از ما پرسان خواهد شد و در مورد ای که در دنیای به اصطلاح علم اونا دستاورد علمی ندارن، اونا دستاورد به اصطلاح در بخش تحقیق و تکنولوژی ندارن، در این مورد هم از ما و شما سوال خواهد شد. ما و شما مورد بازپرس قرار خواهد گرفتیم. بیایید به خاطر از اینکه هم ننگ تاریخ نباشه، هم تاریخ قضاوت‌های نامناسب را در مورد ما و شما نکنه. نبیه که مثلا در قرن 21 در حالی که دنیا در مریخ و در سیاره های دیگه چکر میزد، در حالی که غربی ها هوش مصنوی را به وجود آوردن که به واسطه هوش مصنوی اونا میتونن مسائل خیلی پیچیده خود را حل کنن. اونا اسلحه ها و به اصطلاح لیزری و نمیفهم تکنولوژی های خیلی پیشرفته را به وجود آوردن. مکاتب هم بود، پوهنتون‌های هم در دنیای اسلام وجود داشت، معلمین هم بود، اساتید هم بودن که متاسفانه به اصطلاح عوام در گوش فیل خل بودن. هم و غم و تلاششان نمی بود که بروند ساعت 8 بجه سر صنف حاضر شوند و 12 بجه در صورت در حالت برایم که آذری را امضا کردند و ماش اونمون روز را بالای نظام حکومت چپه کردن و خوش هم هستند و به اصطلاح عوام بروتای خود را هم کشف میکنند و دست میزنند که من امروز خدمت بزرگ را انجام دادم. باور به الله بکنند در مورد این وضعیت تاریخ در مورد ما قضاوت میکنند و از همه مهمتری که ما و شما با الله متعال مواجه شده نیستیم. در اوج الله متعال در مورد از این امانت این جوانا از ما پرسان میکنند، در مورد غفلتی که ما و شما خدای نخواسته اگر انجام بدیم از ما و شما پرسان میکنن و بالاخره ما و شما لا جواب خود بدیم. به هر صورتش این را مقدمتا گفتم. اصل بحث ما امو قسمی که گفتم موضوع اصول تربیتی در اسلام است. میایم از اینجا شروع میکنیم که اصل چرا میگه. اصل در لغت پایه و ریشه و مبنا و بنیاد و این گپا را معنا میده، اما ما در معنای لغویش کار نداریم. در معنای اصطلاحی اصل در تعلیم و تربیه یا در تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما